آقایون اطلاعات شهرستان شوشه، آقای بهمنی و آقای عباسی و آقای خنیفر و دیگران که میان اینجا صحبت میکنن نماینده تمام ما هستند. تا دیروز آقای بهمنی و آقای عباسی و آقای خنیفر و دیگران اومدن صحبت کردن. از حالا به بعد من و دیگران میایم صحبت میکنیم. اگه قرار به بازداشت باشه ما 4000 نفریم، 4000 نفرمون باید ببرید زندان. این کار با کارگرای هفت تپه نکنید، تو عواقب خوبی نداره. بر محمد و آل محمد صلوات. آقایون عرضی ندارم، اگه کسی مطلبی چیزی داره میتونه بیا بالا صحبت بکنه. شبکارا بیشتر بچه‌هایی هم که رفتن شبکار، چون سرپرستا تهدیدشون کردنه یه مقدارشون رفتن شبکار. خواهش میکنیم نترسید، همه تو برگردید صبح‌سار. کارخونه رفته شب رفته. اگر قرار باشه کار بشه همه با هم دیگه کار میکنیم و اگر قرار اعتصاب بشه کسی هم تهدید نمیکنیم و اگر قرار باشه کار باشه یا اعتصاب همه با هم این کار انجام میدیم. کسی از سرپرستش نترسه. حتی اگر 1 ساعت اومدی سر کار و حضور خودت زدیه، اون 1 ساعت برای جناب عالی حکم روزت داره. اما بازم یه خواهش دیگه هم ازتون دارم اینه که کار ترک نکنید، شرکت خالی نذارید، همه تون بمونید سر کار. چلو کبابم بخور آقا چلو کبابم بخور. کار نکنید، پیتزا هم بخورید. یه عذرخواهی میکنم، من حقیقتش قانون است، از قانون سر در نمیارم، ولی چیزایی که من فهمیدم در مورد قانون، چیزایی که زمان